بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحثی که داریم درباره تفسیر سوره یاسین هست و بررسی خود لفظ یاسین به این که سوره یاسین قلب قرآن هست. آیات نخستین رو تلاوت میکنم، قرائت میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم یعنی به نام خداوند بخشنده مهربان. یاسین که یکی از نامهای پیغمبر هست، خطاب است به شخص پیغمبر. یا یعنی ای، سین یعنی شخص پیغمبر، خطاب به شخص پیغمبر است. و القرآن الحکیم، واو قسم هست، یعنی قسم با قرآن حکیم، قرآنی که حکمت داره و حکمت آموز هست. خب خطاب میکنه، میگه یاسین قسم به قرآن حکیم که انک لمن المرسلین، تو از جمله مرسلین هستی. انک لمن، لام تأکید هست، یعنی همانا تو هر آینه از مرسلین هستید، از پیامبران مرسل. از جمله چون انبیا انواع و اقسام، نبیین داریم، مرسلین داریم. تو از مرسلین هستید، یعنی از انبیایی که دارای کتاب آسمانی. علی صراط مستقیم، تو بر راه و صراط مستقیم هستید، راهی که روشن هست، راهی که استوار هست، طریقی که هیچ انحراف و کجی در آن نیست. تنزیل العزیز الرحیم، یعنی این تنزیل اینجا به معنای همون کتابی که نازل شده از طرف خدای تعالی، یعنی این کتاب آسمانی که نازل شده از تنزیلی است و کتابی است از ناحیه خدایی که عزیز هست و خدایی که رحیم هست. خب حالا تا این چند آیه رو قرائت کردیم و ما در اینجا نکته هایی رو میخوایم عرض کنیم. اولا یه مسئله این است که مرحوم علامه طباطبایی در ذیل این آیات میفرمایید که غرض السورة بیان الاصول الثلاثة للدین، یعنی هدف و غرض از این سوره یاسین بیان اصول، همون ریشه ها، اساس، بیان اصول سگانه دین هست، یعنی توحید و نبوت و معاد، یا نبوت و توحید و معاد. این میشه به اصطلاح اصول سگانه دین. حالا یه سوال این است که خب یاسین قلب قرآن هست دیگه، درست؟ یاسین قلب قرآن هست، یاسین نام پیغمبر هست و قلب قرآن. حالا چرا بهش قلب قرآن میگن؟ برای همین نکته‌ای که علامه فرمود، علامه طباطبایی در تفسیر سوره یاسین فرمود چون غرض این سوره، هدف این سوره بیان اصول سگانه دین هست، لذا این سوره است که معروف شده به قلب قرآن. این البته یک فلسفه است، اینکه چرا سوره یاسین قلب قرآن هست. یه نکته دیگه اینکه، یا یه دلیل دیگه اینکه سوره یاسین قلب قرآن هست، به خاطر خود شخص پیغمبر است. شخص پیغمبر
خب میدونید که مثلا انسان ها موجودات زنده داره قلب هست دیگه، درست؟ موجودات زنده داره قلب هست و اگر قلب در موجود زنده وجود نداشته باشه اون موجود زنده هیچ حرکتی ندارد، حرکتی، تلاشی، کاری از اون موجود زنده صادر نمیشه، برای اینکه حیات و حرکت اون موجود زنده به این است که دارای قلب باشه. خب در موجودات بزرگتر ما این رو خوب تشخیص میدیم، مثلا یک حیوانی، یک انسانی قلب داره و اون مرکز هست، پمپاژ میکنه خون رو به همه بدن. اگر قلب بیسته یا وجود نداشته باشه انسانی وجود موجود زنده وجود نداره. حالا عالم هستی داره قلب هست. در روایت هست که حالا چیز قدسی، حدیث قدسی که خطاب به پیغمبر، لولاک لما خلقت الافلاک، ای پیغمبر اگر تو نبودی ما افلاک رو خلق نمی کردیم. یعنی پیغمبر محور هستی است. در عالم هستی، در عالم تکوین پیغمبر محور است، قلب هست، همه هستی به او برمیگرده، همه امور به او برمیگرده در عالم آفرینش و عالم هستی. در عالم تشریع مثلا فرض کن که این خود قرآن کریم، این آیاتی که به لفظ در آمده، این جزء عالم تشریع هست. مثل اینکه ما میگیم یه کتاب تدوینی داریم، یه کتاب تشریعی داریم، یه کتاب تکوینی داریم، یه کتاب تشریعی یا تدوینی. کتاب تکوینی مثل این هستی است که از برگ درختان سبز هر ورقش دفتر معرفت کردگار. خب اون کتاب تکوینیه. کتاب تدوینی و تشریعی مثل قرآن کریم، هر دو ما رو راهنمایی میکنه. در عالم هستی محور پیغمبر هست، در کتاب تکوین محور پیغمبر هست، در عالم تدوین و تشریع هم محور پیغمبر هست، او اصل است. لذا سوره یاسین آغازینش چون خطاب به پیغمبر است، پیغمبر هم قلب هستی است، محور هستی است، همه چیز به دور او هست. لذا سوره یاسین از این جهت که آغازینش خطاب به پیغمبر است، یاسین، لذا این قلب قرآن هست. البته خود علامه طباطبایی در تفسیر المیزان جلد 17 صفحه 64 اونجا بیان می‌دارد و می‌فرماید که وقد ورد من طرق العامة والخاصة ان لكل شيء قلبا و قلب القرآن یاسین. میگه روایاتی از طرق عامه و خاصه وارد شده که برای هر چیزی قلبی هست و قلب قرآن یاسین است. البته یه سری روایات هم من اینجا دارم که حالا به تناسب برای شما عزیزان بیان میکنم. روایت هم از امام صادق علیه السلام آمده که امام صادق فرمود که یاسین قلب قرآن هست. توجه فرمودید؟ خب یه روایت همین الان دم دست من هست، ان ابی عبدالله یعنی امام صادق علیه السلام قال ان لكل شيء قلبا و ان قلب القرآن یاسین. حدیث طولانی، البته از حوصله بعضی مستمعین مخاطبین ممکن خارج باشه ما کل حدیث رو بخوام بخونم، طولانیه، تقریبا شاید 20 سطر باشه. آغازین اون حدیث رو براتون خوندم، منابعش هم در اینجا هست از تفسیر اهل بیت به کتب دیگه. خب ببین، ان ابی عبدالله یعنی امام صادق، از امام صادق نقل شده که قال، ایشون حضرت فرمود ان لكل شيء قلبا و ان قلب القرآن یاسین. خب قلب قرآن یاسین هست.
و قرآن و به اصطلاح بر محور یاسینه، یعنی اصول اساسی که همه قرآن رو فرا گرفته به طور واضح و روشن در سوره یاسین متبلور هست و در اونجا آمده است. لذا سوره یاسین قلب قرآن است و عرض کردم که یاسین خطاب پیغمبر است. به تناسب اینکه خطاب به پیغمبر هست، این سوره قلب قرآن معرفی شده است. خب پیغمبر عرض کردم که هم در عالم تکوین هم در عالم تشریع او محور هست، مرکز هست. و سعدی علیه الرحمه در دیباچه گلستان سعدی به زیبایی پیغمبر رو توصیف میکنه و میفرماید بلغ العلا بکماله کشف الدجی بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله. این اوصافی که سعدی بیان فرموده دیگه در حد بالا پیغمبر رو توصیف فرموده. معناش این است که پیغمبر با عالی ترین مدارج کمالی رسیده و تاریکی ها را با نور جمالش برطرف ساخته و دارای همه ویژگی های نیکو می باشد. بلغ العلا به کماله کشف الدجی به جماله. دجا یعنی تاریکی، کشف الدجی به جماله یعنی پیغمبر با جمال با زیبایی خودش، با جمال خودش تاریکی ها را برطرف کرده. خب این اخلاقیات پیغمبر جمال است، خوبی های پیغمبر جمال است، خصال نیکوی پیغمبر جمال است. علی ای حال بلغ العلا بکماله کشف الدجی بجماله حسنت جمیع خصاله. همه خصال و همه خصلت های پیغمبر حسنت یعنی زیبا هست، نیکو هست. صلوا علیه و آله، صلوات بفرستید بر او و بر آلش. اللهم صل علی محمد. خب من میخوام این رو عرض کنم، گرچه عزیزان مفسرین دیگران آمدن علت این که یاسین قلب قرآن است، چرا قلب قرآن است، به علت نامگذاری چیه، هر کدام خب چیزایی فرمودن. مثلا یکی گفته به خاطر آیه 12 از سوره یاسین هست، آیه 12 است و احسینا ما بله و کل شیء احسیناه فی امام مبین. ما هر شیئی را در امام مبین، همون لوح محفوظ یا انسان کامل، احصا کردیم، شمردیم، اونجا قرار دادیم، ثبت کردیم. مثلا بعضیا گفتن علت این که این یاسین قلب قرآن است به خاطر این آیه 12 از سوره یاسین هست. آیه 12 هم خیلی شهرت هم داره به خاطر بعضی چیزها. انا نحن نحیی الموتى و نکتب ما قدموا و آثارهم و کل شیء احصیناه فی امام مبین. تو بحث امامت هم چون در این آیه 12 از سوره یاسین میتونه مطرح باشه، لذا از این جهت این آیه هم مهم هست و شهرت دارد. خب میگه ما نحیی الموتى، ما مرده ها رو زنده میکنیم، و نکتب ما قدموا و آثارهم، و هر چی که پیش فرستادن و آثارش همه رو ثبت میکنیم. و کل شیء احصیناه فی امام مبین، و هر چیزی و هر شیئی در این عالم هست، از عالم تکوین، عالم تشریع و هر چیزی که انسان انجام میده، همه رو در احصیناه احصا کردیم در امام مبین. کلمه امام مبین، امام یعنی کتاب، امام یعنی انسان کامل. اگر امام رو عنوان انسان کامل بگیریم، هم حرف بنده مرتعد بیشتر قرار میگیره، چون یاسین گفتیم خطاب پیغمبر است و شخص پیغمبر بالاترین کمال داره و مرکز همه هستی هست در عالم تکوین و تدبیر و تشریع. لذا سوره یاسین از این جهت قلب قرآن است. این هم تایید ما آیه 12. ولی خب عرض کردم که
عزیزان آمدن علت این که چرا این قلب قرآن است گفتن یکیش به خاطر این چیزی که من عرض کردم، حالا نظرم بیشتر اینه، یکی هم به خاطر آیه 12 از سوره یاسین، یکی هم به خاطر 2 آیه آخر سوره یاسین که حضرت آیت الله جوادی آملی ایشون فرمودن که استاد ما علامه طباطبایی فرمودن که من از مرحوم قاضی که استاد علامه طباطبایی بود، علامه طباطبایی می‌فرماید که من از مرحوم قاضی سوال کردم که چرا سوره یاسین قلب قرآن است. ایشون فرمود به خاطر اون 2 آیه از آخر سوره یاسین. به اون جهت چون مطالب بلندی که اونجا در اون 2 آیه سوره یاسین اومده، حالا اگر وقت باشه من براتون اون 2 آیه سوره آخر یاسین رو بیان بکنم. یه صلوات بفرستید اللهم صل علی محمد و آل محمد. اون به تناسب اون 2 آیه سوره یاسین، آخر سوره یاسین، این قلب قرآن نامگذاری شده. ناقلش گفتم آیت الله جوادی آملی فرمود که استادش علامه طباطبایی نقل کرد از استاد خوش مرحوم قاضی که مرحوم قاضی فرمود علت این که سوره یاسین قلب قرآن است به خاطر این 2 آیه آخر سوره یاسین هست. اون 2 آیه آخر سوره یاسین این است: انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این آیه 82. بعد فسبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون. اینم آیه 83. حالا این یک دنیای از بحث داره که من نمیخوام به اون بپردازم، چون صحبت من در رابطه با این است که این سوره یاسین که قلب قرآن هست برای چی، از چه جهت این رو قلب قرآن گفتن، این علتاش رو عرض کردم. ولی اونی که من میخوام عرض کنم این است که به خاطر وجود نام پیغمبر از به خطاب به پیغمبر این سوره یاسین قلب قرآن نامگذاری شده. یاسین یعنی ای، یا یعنی حرف ندا، سین هم خطاب به شخص پیغمبر است یعنی ای محمد. اللهم صل علی محمد. قسم با قرآن که انک لمن المرسلین. توجه فرمودید؟ خب یه دلیلی که این قلب قرآن هست که در آغازین صحبت من عرض کردم که خود مرحوم علامه طباطبایی فرمود غرض السورتی بیان الاصول الثلاثه للدین. هدف از این سوره بیان اصول ثلاثه دین هست، لذا روی این جهت این سوره یاسین قلب قرآن. خلاصه به طور خلاصه عرض کنم براتون علت این که سوره یاسین قلب قرآن نامگذاری شده چند وجه داره. یکی همین بیان مرحوم علامه طباطبایی که گفته غرض سوره بیان اصول ثلاثه دین هست، یکی آیه 12 سوره یاسین، یکی همین که با توضیحاتی که دادم 2 آیه آخر سوره یاسین، یکی هم اون چیزی که خودم الان توضیح دادم و قبولش دارم به خاطر اینکه خطاب به شخص پیغمبر است. به شخص پیغمبر هم در عالم تکوین هم در عالم تشریع و تدبیر محور هست، قلب هست، لذا این سوره به اصطلاح سوره یاسین سوره قلب قرآن معرفی شده است. این بخش فعلا تا اینجا کفایت میکنه و بخش‌های دیگه حالا بحث داره که آیا این یاسین از حروف مقطعه قرآن هست یا نه. حضرت آیت الله جوادی آملی می‌فرماید که یاسین از حروف مقطعه قرآن نیست، چون ما از میان 114 سوره 29 سوره داریم که اینا حروف مقطعه دارن اگر سوره یاسین هم حساب کنیم، بنابر نقل بعضی ها و خیلی ها. البته خیلی از مفسرین میگن یاسین از حروف مقطعه است، ولی حضرت آیت الله جوادی آملی به نظر خوبی هم هست، چون فرمود یاسین از حروف مقطعه قرآن نیست، بلکه یاسین خطاب به پیغمبر است، شخص پیغمبر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.